خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. گذری مدنیت. پدرم در وقتی به وقوع آمدن انقلاب اکتبر طالب علم مدرسه شیردار بود. بعد از برقرار گردیدن حاکمیت شوروی تحصیل مدرسه ها قطع گردید و پدرم حجره میراثی را به حالش گذاشته به طیلاق به باغ میراثی پدر برگشته با مادر و دو برادرش علی خان و جعفر خان اقامت اختیار نمود. بعد از درگذشت جدم حولی گذری قاضی کلان به رضا خان و باغهای طیلاق و قواله به مادر کلانم و 3 پسری آن کس متعلق شد. پدرم سال 1918 مادرم را به ازدواج درآورده به طیلاق می آورد. همین سال در طیلاق مکتب خردی تشکیل نموده و تعلیم خط و سواد کودکان باغات مشغول می شود. همزمان به برادری کلانیش علی خان در باغداری و دهقانی یاری می کرد. روزهای معین به شهر رفته در کرسی معلم تیار کنی تحصیل می نمود. بعد از گرفتن حجت رسمی به نام معلم مکتب‌های نوی شوروی به یکی از مکتب‌های شهر به حیث معلم تعیین می شود. در شهر کار کردن و سری چند وقت به طیلاق رفته آمدن مشکلی‌های زیادی داشت. بنابراین پدر آخر سال 1922 به سمرقند با مادرم می‌کوچد و در یکی از خانه‌های حولی کلانی باجه‌اش مسعود خان بهبودی منزل می‌گیرد. بعد از آمدن به شهر فعالیت معلمی پدرم خیلی وسعت می‌یابد و همچون تشکیلاتچی کارهای تعلیم نام می‌برارد و در قطار معلمان تجربه دار مثل عبدالقادر شکوری، اسمت الله رحمت الله زاده، سید رضا علی زاده با همسنفان خود عاصم اسمتی، اعظم خان شهیدی، حقبردی عثمانی و غیره برای تشکیل و حفظ مکتب‌های تاجیکی سمرقند زحمات زیادی به خرج داده است. سال 1924 پدرم مادر و برادری خردیش جعفر خان را هم 3 سال پیش علی خان از حیات چشم پوشیده بود به شهر کوچ می‌دهد و همه آنها به همان حولی قاضی کلان در قسمت بیرون منزل می کنند. در اولی سال 1926 معارف شهر سمرقند پدرم را به مکتب مشهوری سمرقند مکتب یکم مدیر تعیین می کند. مکتب در حولی سرای عثمانبای پخت فروش در گذر قوش حوض واقع گردیده بود. در چنین مکتب نامدار مدیر تعیین شدن آبرو و مرتبه بلند بود. امک بچه پدرم برهان خان شخصی باسواد و شاعر طبیعت پدرم را با این وظیفه پر افتخار تبریک نموده قصیده انشا نموده است که خواستم به یاد شاعری شادروان اینجا مندرج سازم. فضلت مزید باد ایا زبده شباب، از هر علوم دنیوی داری تو ارتکاب. از کافه علوم و فنون هستی بهره‌ور، چون علم و فن حکمت و هم صنعتی حساب. صناع لایزال تو را کرده اعتبار، در نزد این حکومت هم بین شیخ و شاب. در مکتب یکم شدی رأس المعلمین، آنجا نشسته می کنی تعلیم و اکتساب. روزی که این حکومتی شورا نمود ظهور، داری به هر وظیفهش اینجا ناخوان است حتاب. اول شدی معلم و از بعد آن مدیر، لیکن ندیدم یک دمی احوالت انقلاب. این جاده مدیریت بادا علی الدوام، تا روز داری در جهان باشی تو کامیاب. کاوی همیشه دایی تو است و در جهان، ای دل نبینی یک دمی چون کلفت و عذاب. در پایان شعر برهان خان علاوه نموده: آگاهی
برای یادگاری و از کمالات دوستی این مدح منظم به سوی شما فرستاده شد. امید است بعضی غلط شده باشد به تصحیح آن کوشید. چون که فقیر از علم شعرگویی بری، اما شغل نامنتها دارم در باره شعرگویی. بناهن گاها برای احباب این گونه شعرهای لایعنی میگویم. دوست شفیقتان ولیزاده، برهان خان. سال 1926 میلادی، 27 ایول. در این سالها آبروی و منزلت پدر در شهر چون معلم و روشنفکر افزود و وضع اقتصادی عائله هم خیلی بهتر گردید. پدرم می گفت که آن سالها نزدیک به 200 چیروان طلایی ماهانه می گرفت و به 1.5 سوم از بازار گوسفند بورداقی خریدن ممکن بود. بعد از آن که پدر از ماهانه خود مبلغی معینی پسنداز کرد، سال 1927 از گذری مدنیت حولی معمور و آباد را خریداری نموده با اهل عائله و مادر و دادرش جعفرخان به آنجا کوچید. این حولی را رستمبای نام شخصی باغدار برای اقامت خانوادهش در فصل زمستان به شهر انداخته بود. صحن حولی خیلی خرد و گرداگرد صحن ایوان و تهخانه ها و بالای آنها خانه های استقامتی واقع گشته بود. گذری مدنیت در اصل عارف جانبای نام داشت و چنان که در سمرقند نامه نوشته‌ام در آخر سده 18 و اول 19 با کوشش و مبلغ عارف جانبای تاشکندی بنیاد یافته بود. بعد از انقلاب گذر را مدنیت نام نهادند. این چند سبب داشت. اول اینکه در گذر مکتب رقم 4 گشاده شد که در شهر صاحب شهرت و اعتبار گردید. دیگر اینکه از این گذر روشنفکرانی معروف سمرقند ظهور کرده بودند. یکی از ساکنان سابق دار گذر قاری عاصم اسمتی بود که در آن سالها مدیر مکتب نامدار عبدالقادر شکوری تحت رقم 11 در گذر شربتدار بود. دادر قاری عاصم عابد اسمتی در آخر سالهای 20 عصر گذشته به استالین آباد رفته در اداره های فرهنگ و معارف مأموری وظیفه های مسئول بود. از جمله در نزد شورای وزیران تاجیکستان کاتب مسئول کمیته الفبای نو بود. و سال 1937 گرفتار ترور استالینی گشت و در همین شهر به قتل رسید. حالا در دیوار حولی قاری اسمت لوحه یادگاری به خاطره عابد اسمتی گذاشته شده است. قاری اسمت از شخصان پیشقدم شهر بود. در همان سالها حولی کهنساختی خود را از نو به طرز اروپایی تعمیر و ترمیم نموده به آیین نو زندگی می کرد. در مرکز گذر در جاهای خراب و ولنگار چارباغ نو ساخته و چایخانه سرخ گذر را بنیاد نهاد. در این گذر خاندان شهیدی ها زندگی می کرد. سرور این خاندان 3 برادر در شهر شخصان آبرومند و نامدار محسوب می شدند. شهیدی ها از خواجگان جامه فروش بودند که کسب و کار و مشغولیت آنها تجارت و دکانداری بود. مقدس خان شهیدی کلان این خاندان صاحب معرفت و آدم شعردوست و ادب پرور بود. ایشان در آخر سالهای 20 با عائله خود به دوشنبه کوچیده همین جا اقامت اختیار کرد. پسری و زیادالله خان در دسته های موسیقی و گروه های تئاتر تاجیک کار میکرد. مقدس خان سال 1937 در سالهای ترور زندانی و به سیبیر تبعید گردید و همانجا از جهان چشم پوشید. زیادالله خان در تئاتر و دایره های صنعت موسیقی فعالیت خود را با موفقیت دوام داده در اندک مدت به صفت آهنگساز هم شناخته شد. تحت راهبری و یاری موسیقی شناس روس و دیرتر در نتیجه تحصیل در کنسرواتوریای مسکو، زیادالله شهیدی به تألیف اثرهای موسیقی پلیفانی هم دست یافت. چند سیمفونیه و آپراهای ملی تاجیکی از آثار سالهای آخرین شهیدی بود.
سرود و ترانه‌های شهیدی که با روح خلقی و کلاسیکی در بین مردم تا امروز معروف و محبوب است. آهنگ‌های زیادالله شهیدی هنوز پیش از آشنایی با او در دل نسبت به این شخص احترام و گرمی بیدار کرده بود. بعد از آن که به دوشنبه آمدم با شهیدی آشنا و همصحبت و سالهای آخر نزدیک و قرین‌تر گشتم. و این مرد خوش صورتی بود که با صدای نرم و آهنگ خوشی گفتار مثل نای کلاسیکی زود کس را به خود جلب می‌کرد. در صحبت کم سخن، اما در مهمان نوازی و انس و الفت خیلی گیرا و جالب بود. در وقت تألیف اپره کامده و مدن، خصوصاً اپره غلامان، از رفت کار، دشواری و لحظه های الهام بخش خود از آثار عینی و بیدل با احساس گرم صحبت می‌کرد. آهنگسازان کسبی جوان که پس از ختم کنسرواتوری در نظریه و عملیه موسیقی معاصر دستی بالا داشتند، آهنگ‌های دلچسب و ناتکرار استاد خود را اعتراف می‌کردند. در موسیقی پلیفانی نیز کوشش و ثمره‌های زحمات ایشان را تقدیر و تحسین می‌نمودند. در اول سال 1984 روز شهیدی را در وزارت مدنیت دیدم. می دانستم که همان سال ماه می شهیدی 70 سال را پر می کند. از این موضوع گپ گشادم. تبسم کرد و گفت 70 سالگی خوب است، لیکن می خواستم به این سن و سال یگان اثری نو ایجاد کنم یا به تألیف آن شروع کنم. من در همین جا درباره شما فکر می کردم. چی می شد که هر دویمان درباره حاج عبدالعزیز سمرقندی آپرا سازیم؟ لیبرتو از شما و موسیقی از من. واقعات زندگی حاجی و موسیقی های آن کس بنیاد خوبی آپرا خواهد شد. گفتم که با کمال شوق و هوس به اجرای این کار آماده هستم. بله، همان سال میبایست جشن این شخص نمایان جمهوری را سزاوار خدمت و مرتبه او تجلیل میکردند. باید گویم که شهیدی در این مرحله عمر تشنه شهرت و جایزه و نشانها نبود. او موافق زحمت و خدماتش به تقدیر و تحسین دولت و جامعه سزاوار گشته بود. او رئیس اتفاق آهنگسازان و چند مدت وکیل شورای عالی تاجیکستان انتخاب شده بود. از این سبب شخصا خودش چندان تشنه تجلیل 70 سالگیش نبود، اما در آمادگی و تشکیل جشن که به آن دوستان و شاگردان و همکارانش متصدی گشتند، سردی و مناسبت ناسزای کاتب کمیته مرکزی حزب گلجهان بابا صادق را حس نمود. من همچنین مناسبت را دیده و شنیده در حیرت ماندم. خلاصه هم صاحب جشن و هم اهل خانواده وی در دستگیری اداره معتبر حزبی امید نبسته در یکی از شب‌های ماه می سال 1984 در حوله شهیدی پیوندانشان ضیافتی به افتخار 70 سالگی آراستند. در این شب محمد عاصمی، میر شکر، مؤمن قناعت و دیگر آهنگسازان و ادیبان مخلص و دوست شهیدی جمع آمدیم. شب آهنگ و نوا، شب بزرگداشت صنعت موسیقی ما، شبی فراموش نشونده جشن زادروز شهیدی بود. از سیمای شهیدی نمایان بود که آزردگی دل نازک خود را از سردی‌های نابجای کلان شونده فراموش کرده، در آغوش گرم مهر دوستان، در فضای بلند الهام ایجادی آزادانه و دور از غم نفس می گرفت. 1 سال از این شب بهشتی نگذشته بود که 15 فوریه سال 1985 شهیدی در اثر بیماری غیر چشم داشت از جهان چشم پوشید. در صحن حولی که فصل بهار سال گذشته صدای شادی و قهقه دوستان فلک پیچ بود، امروز زمستان آهنگ‌های ماتم و صداهای جانخراش شش مقام صدا می‌داد. حالا در این حوله موزه جمهوریوی فرهنگ موسیقی زیادالله شهیدی و بنیاد بین المللی زیادالله شهیدی سازمان یافته است و چراغ یاد
پدر را فرزندانش فروزان می دارند. برمیگردیم به گذری مدنیت، به قصه شهیدی ها. از این خاندان باز دو شهیدی بودند، اعظم خان و اعلم خان شهیدی. اعظم خان شهیدی از متماتیک و اعلم خان از طبیعیات درس می دادند. اعلم خان در جوانی تخمینا سالهای 1939 از عالم درگذشت. اعظم خان شهیدی تا سالهای 1960 در مکتب‌های میانه تاجیکی از متماتیک درس می‌داد و در این جاده از معلمانی نامدار بود. اعظم خان شهیدی با پدرم دوستی قرین و برادر بود. هر دو همیشه از حال همدیگر باخبر بودند. اعظم خان شهیدی در سن و سال از پدرم خردتر بود و 5-6 سال پیشتر از پدرم فوتید. پدرم تا دم آخرین از اعظم خان شهیدی با مهر و برادری یادآور می شد. من هم سیمای دلکش و نورانی او را که به این جانب مهری گرم داشت از یاد نمی برارم. از ساکنان آبرومند گذری مدنیت غنی یا عبدالغنی سلامزاده را باید یادآور شوم. غنی سلامزاده اصلا از گذری تاشکندی آقسبات بود. برادران او عبدالوهابکه، عبدالاسلام، عبدالنبی و خود عبدالغنی قصاب‌های کسبی بودند. غنی سلامزاده در آموزشگاه تاجیکی شهر از زبان مادری درس می گفت. با پدرم دوستی نزدیک بود و در زبان آموزی خود را شاگرد او حساب می کرد. حولی سلامزاده به منزل ما نزدیک بود و هر صبح همراه پدرم پیاده به آموزشگاه می رفتند. کسی شوخ، متعایب دوست و ظریف بود. گاه صبح بعد از آن که پدر لباس پوشیده از خانه می برآمد، خوش معلم، روی مارچه فراموش نشده است؟ کنسپکت چی؟ خوش قلم و قرینداش چی؟ گفته می پرسید و بعد می گفت انا اکنون خاطر جمع تا آموزشگاه چخچخ کرده می رویم. وگرنه معلم در عین صحبت در راه ای سبیل فلان چیز بهمدان چیز از یاد برآمده است گفته ما رو در تشویش می مانند. سلامزاده در کورس‌های بالایی آموزشگاه درس می گفت. شاگردان به درس‌های او با کمال شوق می رفتند. سلامزاده درس را با شرح و توضیحات آسان و نزدیک به فهم سامعان با مثال و نقل‌های جالب و جاذب می گذشت. شاگردی اگر در وقت درس رفتاری نابجای کند، سلامزاده با عصبانیت سرزنش نمی کرد، بلکه به لطف و تمثیل یا به شوخی و هزل رفتاری نادرست شاگرد را به وی می فهماند و این همه به خنده و ظرافت انجام می گرفت. بعد از حمله فاشیستان به خاک شوروی در ماه ایون سال 1941 سفربری عموم به صفهای عسکری سرخ سر شد. آدمانی که از سن سفربری گذشته بودند بیگاهی ها در نزد بلور ابراموفسکی جمع شده مشق‌های حربی می‌گذرانیدند. سلامزاده را نیز به صف جنگاوران آینده دعوت نمودند. بارها دیده بودم که خسته و شلپر از مشق نزد پدرم می آمد. در همین حالت هم از شوخی و هزل نمی ماند. باری حکایه کرد که یک کماندیر روس که به زور ازبکی را می دانست به لهجه ویران و ناچسبان جنگاوران را گاه سرزنش می کرده است. سلامزاده یک تعبیر او را به طرز خودی وی گفته پدرم را می خندانید و این گپ کماندیر تا حال در یاد من هست. ققه کماندیر سلگن قلقه می گفته است که معنیش کجا نگاه می کنی؟ به گپ کماندیر گوش انداختن لازم است. بعد از 3-4 ماه سلامزاده را در قطار جنگاوران مشق دیده راست به فرانت فرستادند. دیگر از وی نه خبری بود و نه مکتوبی. زنی جوان اما قهرمانی وی که 4 فرزند نابالغ و بی‌پرستار را با رنج دستانی پرهنر به وایه رساند، خواند و همه آنها را به راه زندگی برآورد و گویا باری وزنین وظیفه خود را اجرا کرده باشد به بیماری لاعلاج گرفتار شده، هم با بچه ها، هم با زندگی و هم با شوهری ناکامش
وداع نمود. به صف ضیاییان گذری مدنیت سال 1927 پدری من و عمویم جعفرخان همراه شدند و همه ضیاییان نام برده گل سری سبد گذر بودند. بجز این شخصان معتبر در گذر باز چند نفر معلمان جوان و مأموران حزبی و دولتی اقامت داشتند. من سال 1944 از سمرقند برآمدم، ولی در مدت زیاده از 60 سال همیشه در سمرقند و با سمرقند، با دوستان و خویشاوندان سمرقندی، با اهل گذری خود بودم. غیر از سفر و اشتراک در توی و معرکه ها و جز خواندن لکسیا در فاکولته های تاجیکی دانشگاه و انستیتوت پداگوژی، هر سال تابستان با اهل عائله‌ام 2-3 ماه در سمرقند اقامت داشتیم. از اینجاست که فرزندان من در روح سمرقندی به وایه رسیدند و همسرم که بخاری الاصل است سمرقند را شهر دوم خود می شمارد. سال 1992 برای آگهی از احوال عائله معلم قاری عاصم به حولی آن کس رفتم. با پسر ایشان شوکت صحبت کردم و خواهش نمودم که اگر موجود باشد با حجت‌های سالهای خدمت آن کس در ساحه معارف آشنا شوم. شوکت 2 پپکه را پیش من آورد. در این پپکه ها تمام حجت‌های شادروان اسمتی با دست خودش به یک ترتیب و تنظیم جزءبندی شده بود. پیش نظرم سالهای طولانی خدمت‌های جانسپارانه اسمتی مثل کادرهای کینا جلوگر گردید. حیفم آمد که از چنین شخص وقتهای آخر ما یادآوری نمی کنیم و حتی قریب فراموش کرده ایم. بعد از بازگشت به دوشنبه با نام معلم قاری عاصم در روزنامه آواز تاجیک ازبکستان مقاله به چاپ رسانیدم. این مقاله در میان روشنفکران جوان سمرقند جنبش به وجود آورد و در روزنامه و مجله ها درباره این شخصی برومند چند مقاله به چاپ رسید و نهایت با تشبث ضیاییان شهر و اهل گذر به یاد قاری عاصم مجلس آراسته قرار دادند که به گذری مدنیت نام عاصم اسمتی منصوب گردد. قاری عاصم مرد رند و آزادمنش صحبت آرا بود. در موردهای مناسب بیت‌های شایگان از شاعران کلاسیک می‌خواند. در لحظه‌های میگساری و موسیقی با قد بالا و موزون می‌رقصید و با چشمان پرخمار می‌گفت: نرود عادت طفلی ز دماغم هرگز، گر به تابوت روم جنبش گهواره کنم. چند مدت من نورس و جوان در مکتب با ایشان یکجا کار می‌کردم. در مکتب معلمه جوان زبان روسی در نهایت زیبایی و تراوت جوانی کار می‌کرد. روزی او به آینه کلان نگاه کرده مویهای خود را درست می‌نمود. عاصمی با شوق و اشتیاق به او نگاه می‌کرد و هنگامی که وی از آینه کمی دور شد گفت: تو ز حسن خود خبر کی داشتی؟ بشکند دستی که این آینه ساخت. قاری عاصم به پدری من، به عائله ما، به فرزندان این عائله مهر و محبت خاصه داشت. ما همه آمدن ایشان را به خانه خود روز و ساعتی خوشنودی و فرحمندی می دانستیم. این مرد برنادل را گمان نمی کردم که در سن 53 سالگی سال 1950 مرگ از این دنیا می را باید. یاد این مرد همیشه در خاطر من است و همین یاد نیک او بود که مرا به نوشتن مقاله معلم قاری عاصم ترغیب نمود. سالهای اول زندگی ما در حولی نوی گذری مدنیت در یادم نیست. خیلی خرد بودم. آنچه بعد معلوم شد این است که در سالهای 1928-29 پدرم را به مدیر تکنیکومی یعنی آموزشگاه اولین زنان سمرقند تعیین نمودند. در این تکنیکوم تحصیل به زبان تاجیکی بود
و معلمانی که از زبان روسی درس می گفتند نیز زبان تاجیکی را خوب می دانستند. در اول سالهای 30 به خانه ما زنی روسی می آمد که او را رئیس می گفتند و با عائله ما و علل خصوص با مادرم خیلی مأنوس و نزدیک بود. به زبان تاجیکی خوب حرف می زد. این زن در تکنیکوم زنان و بعد در کورس معلم تیار کنی شیبانی خانم درس می داد و از همانجا با مادرم دوست و رفیق شده بود. در تکنیکوم زنان چند مدت سیتسیلیا بانو، دیرتر همسری لاهوتی، نیز کار می کرده است. در صحبت‌هایی که بعدها با این خانم داشتم از سمرقند به نیکی و احساسی مخصوص یادآور می شد و در ضمن این از پدرم ذکر خیر می نمود. سیتسیلیا بانو در سالهای 1972-74 از مسکو به سمرقند برای اقامت موقتی آمده بود. طبیبان برای صحت او هوای خشک و گرم جنوب را توصیه نمودند و او از سمرقند بهتر جایی را نمی‌دانست. با فرمایش کاتب یکم حزب کمونیستی ازبکستان شریف رشیدوف از شهر کهنه از بناهای نوساخت برای بانو خانه تخصیص نمودند. چنانکه بانو می گفت و در این شهر خود را خوب حس می کرد. با تألیف و ترجمه های اثرهای نو مشغول بوده، در ساعتهای فراغت از کار به تماشای شهر و ملاقات دوستان و استادان پیشین خود می رفته است. بانو آدرس حولی ما را پیدا نموده روزی به عیادت پدرم آمده است و قریب 2 ساعت با پدر و مادرم صحبت داشته است. مادرم نقل کرده بود که بانو زنی پردان و سخندان بوده است که پدرت بیماری خود را فراموش کرده سرگرم صحبت شدند. وقتی رفتن وعده کرده است که به عیادت و صحبت پدرم باز خواهد رسید. ولی بعد از 1 هفته این صحبت 13 فوریه سال 1975 پدر به عالم بقا رحلت نمود.